به نام الله بخشاینده مهربان. پیش از آن که خواب رویم ما باید این 4 کار را انجام دهیم. بعضی از دانشمندان قید کردند که اگر خواهند که در نزد الله سبحانه و تعالی موقعشان را بهتر نمایند، اطمینان داشته باشند که این 4 چیز را انجام دادند. در عکس حال خواب نروند. 1. تا آن دمی که مطمئن باشد که تمام بحث و نافهمی با کسی که نباشد حل خود را یافته باشد. 2. پیش از آن که خواب کنیم باید تمام وظیفه هایمان را در نزد الله به اجرا رسانیم. تا نماز عشا یعنی خفتن نخوانده باشیم خواب رفته نمی توانیم. 3. ما باید 1 لحظه پیش از خواب آرام شده و به جای نشسته تنها با الله سبحانه و تعالی و از گناهان کرده خود توبه نماییم و طلب مغفرت کنیم. و 4. پیش از خواب ما باید باوری داشته باشیم آیا آمادگی عادی داریم اگر صبح دیگر از خواب بیدار نشویم؟ آیا وصیت در مورد بایگری و عائله کرده ایم؟ البته برای اکثریت ما به نقشه گرفتن مردن خود فکر سالم نمیتابد، اما این خیلی ضرور و مهم است برای برقراری ارتباط با الله سبحانه و تعالی.